السلام عليكم ورحمة الله باش شما مراجعة كذا نمكي همي شموكي بماكي يوري بولي نمكنين نمتونين التموس از شما میکنم که همی لایک بسیار بجقین بعد پدیلیت بسیار کنین подписаться سکنین که ما برای قیامت ما کار ثواب کنم زیادتر. ما از یوتیوب پول نمیگیرم لیکن با واسطه رسانیدن همین مثال سخنهای خوبی از قرآن از حدیث پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم و از پند حکمت های شاعران و عالمان برای خدمت برای قیامت ما عمل نیک ثواب کار کنم. یعنی که подписаться کنین شما تماشا میکنین ثواب شما به ما میبیاد. در اومدین یکم تماشا ببینید که میدارد یکم بار ویدیو من ببینید подписаться کنین که ثواب تماشا شما به ما میاد ان شاء الله. بعد کسی که تماشا بینی دویمیه لایک مونین که دیگران تماشا کنن. لایک به پول این خواسته تماشا میکنن ثوابش در شما میروه. تماشا ببینید وقتی لایک میمونید وقت پدیلیس میکنین تا دیگر رو میفرستین اینم در شما ثوابش میروه که من ثواب همه شما ان شاء الله که میگیرم سومکی از شما که نشد بسیار گپای بیجو از شما به ما آمد می ندارم برای گپای بیجوتان یک جهان تشکر از شما به دقتتان لیکن امین کارم کنین که امین پلم که یوتیوب کار نکنم کاری ثواب برای قیامت و انشالله که برای جنت در آمدن من انشالله که باشه چه کلید در میکشیم که میداره کلید جنت یعنی عملای نیکی مو عبادت های مو سخن ها چی میگن رفتاری نیکی مو انشالله که میشود با اون شرطی که اون رو اجرا کنیم. من اینم همین شرط من شما رو میرسونم شما подписаться کنین التماس поделиться کنین و لایک کنین که ثوابش ده مثال دما بشود در دفتر عمل من انشالله که جمع شود ثواب کاری من انشالله و شما هم در دفتر عمل ثواب میگیرین انشالله با لایک موندن و با поделиться کردن و به قیامت انشالله که شما هم جنت شما خدا نصیبتون میکنه و میدارین برای که جنت در آمدن عمل باید کنیم تیار کنیم برای جنت در آمدن. جنت در آمدن هم خیلی نمیاد که گفتی کلوب یا که بقیه کنی یعنی درکشم میدارم خیلی نیست در اوجه میارین در پیش جنت میبریم که پیدا داشتیم ملائکه میبینن دفتر اعمالی بنده را کشوین که بنده چیکار کرده در حیاتش در دفتر همش نویسندگیه چخلی که در دفتر ما میریم استوری بالیز نویسندگی و چی کسالش دگیم چی بیماری رسیدگیم دگیم در آن وقتی که از دنیا گذشته در دفتر اعمالمون نویسندگی که در دنیا ما چیکار کردیم با چیکار مشغول بودیم. بله همش نویسندگی قدم های زدگیم و دستایی که ما چی نویسیم اسمس با کلیچ خیلی اسمس نویسیم دستای مشاهداتی میتیم پای های مشاهداتی میتیم که جور رفتیم چیکار کردیم زبانی مشاهداتی میتیم که با انسان ها چگونه گپ زدیم چه خیلی معامله و رفتار کردیم چشمای مشاهداتی میتیم که چیز دیدیم کینوی بی‌معنی تماشا کردیم پارنوگرافی تماشا کردن چشم اینو شهادتی میتیم که تماشا کردیم انسان میگه به زبانش که من نکردم یکی چشم و دست و پاچه هم شاهدی میده گوش شهادتی میده که شنیدم میگه نسبت گوش بینه که الله تعالی اولین چیزی که در درونی بچه‌دانی مادر کودک خلق میکنن گوش است اولین عضوی که خلق میکنن گوش است بعد بینی در آیات قرآن دویم از شنوایی آیت می آید شنوایی بعد بینایی شنوایی بعد بینایی یعنی که ما میشنویم با گوشمون این معنی سرمون قبول میکنه حتی بینیم اگر نشنویم که قبول نمیکنیم اول میشنویم بعد قبول میکنیم دیدن قدی همه چی رو ما اخذ کردن نمیتونیم توی که نشنویم ما یک وقت همه بینیم میشنویم از خود میکنیم یکم شنوایی بسیار در قرآن تاکید کرده شده است که بشنوید ما هم به شما این گپ میگیم شما میبینید میشنوید خواسته برای همین شنیدن میگم که باید مانند دیدن میشنویم میبینیم و عمل میکنیم ان شاء الله برای همین احتیاط کنید خدا مثل که با خداوند باید باشیم رابطه با الله تعالی باید داشته باشیم و با امید الله تعالی و با امید زندگی خوب شایسته به یگان گناه و به یگان چی میگن جنایت در نزد خداوند در نزد قانونی که ما زندگی میکنیم زندگی رو پیش بردن در چگونه زندگی رو پیش میبریم با یاری کسب و هنر کار و عمل مهارت و حرکت کردن و هوس کردن خواهش کردن یعنی کار عمل به دست آوردن علم حاصل کردن هم هست وقتی انسان اگر خواهد شوق هوس نداشته باشه اخذ کردن نمیتونه نه زبان نه هنر نه یگان چیزه شوق هوس که داشته باشه اخذ میکنه
خب بر همین گونه هاتان عزیز و دقتتان تشکر. منت دارم از شما بهترین انسان ها، بهترین تماشابینان نیروی عالمی باشین که صبر بکنین، توقف میکنین، تماشا میکنین و از خود میکنین معلوماتی که من به شما میدیم و زنده سلامت باشین و خانواده سربلند باشین که وقتی قیمت خود را صرف میکنین و برای خودتان کاری ثوابی برای قیمتان میکنین. انشاءالله کاری ثواب باید که همون میکنیم، همه کردن نمیدونی که باید که کوشش کنیم که باید کنیم انشاءالله. خب لایک подписаться و поделиться چگونه که گفتم در اول فراموش نکنید.